سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب بیلد ویت سامان. امروز و در اولین ویدیو میریم سراغ مدل های امبیدینگ. مدل های امبیدینگ داده های خام رو میگیرن، مثل تصاویر، عکس ها، متن های خام میگیرن و در نهایت یه بردار بهمون تحویل میدن که این بردارها میدونید که به انگلیسی هم میگن وکتور، معنی اون کلمات و تصاویر رو تو خودشون ذخیره میکنن. برای مثال اگر به این سمت بیایم، کینگ یک وکتور بهمون داده، مدل امبیدینگه که حاوی اعداده، همینجور برای کلمات مثل کوین و داگ و کت. کلماتی که وکتورهای نزدیکی به هم داره و اعداد به هم نزدیکترن، معانی نزدیکتری هم به هم دارن. توسط شبکه عصبی یادگیری انجام میشه و بعدهای وکتورمون میتونه از 128 تا 4096 باشه و وابسته به هیچ زبانی هم نیست. همونطور که گفتم، اولین گام دریافت یک ورودی خامه مثل عکس، تصاویر و متن و روند یادگیریشون با شبکه‌های عصبی مثل CNN و ترانسفورمر انجام میشه. در نهایت یک وکتوری میده و برای مقایسه وکتورها میتونه از چیزهایی مثل کازین سیمیلاریتی یا L2 استفاده میکنه. مدل های امبیدینگ محبوب بازار هم همین اوپن ای آر تکست امبیدینگ 3 جمینای امبیدینگ و سنتنس برت و کلیپ هست که کلیپ هم عکس رو امبیدینگ کنه هم تصاویر. مواردی که استفاده میشه جستجوی معنایی رگه که رگای مثال ساده بعداً توی کد میبینیم، ریکامندیشن پیشنهاداتی که توی نتفلیکس، اسپاتیفای و آمازون میبینید و جستجوی تصویری که چه تصاویری شباهت به هم دارن، ترجمه ماشینی و تشخیص ناهنجاری مثل کلاهبرداری و حمله های سایبری و تقلب های مختلفی که انجام میشه. خب بیشترین استفاده تو این سه حوزه است: بیوانفورماتیک، امنیت و هوش داده یا همون دیتا اینتلیجنس. خب کدو بریم بنویسیم. اولین کاری که باید انجام بدیم ایمپورت کردن سنتنس ترانسفورمر هست from و من میخوام ببینم کدوم مدل چقدر زمان میبره تا جواب و وکتورم رو بده. پس ایمپورت میکنم تایم و خب اولین گام اینه که ما مدلمون رو بسازیم. مدل مساوی با سنتنس ترانسفورمر و من و یه مدل مینی. مدل هایی که انتخاب کردم بر اساس سیستم های ضعیف انتخاب کردم که قابل اجرا باشه روی سیستم های ضعیف و از اون سمت ببینم چقدر دقت داره و در کوتاه‌ترین زمان به من یه پاسخی بده. پس مدل رو الان این میکنم، امبیدینگش برابر با مدل دات اینکود و یک سنتنس می نویسم اینجا و برای مثال می نویسم مبل سنتنس و سنتنس هم رو پاس میدم بهش. بعد از امبیدینگ پرینت میکنم، خودش رو پرینت میکنم، امبیدینگ اجراش میکنم. برای اولین بار مدل رو براتون دانلود میکنه. دفعات دیگه این دانلود دیگه ندارید، انجام بدید و از همون فولدر از همون فایل دانلود شده استفاده میکنه. بله الان وکتورمون رو داد. وکتور ماست با اعداد که معنای این صفحه رو
حفظ کرده این اعداد و همین. پس ما یک ورودی خام دادیم به این مدل آلمینیم LM و به ما یک وکتوری داده که این وکتور حفظ کرده این معنی سوفار. خب الان من یک کدی رو نوشتم، یه تابعیه که اون کارها رو تکرار میکنه. مدل های 6 تا مدل دارم که این 5 تا برای زبان انگلیسی، روی این هم زبان انگلیسی کار میکنه و فارسی هم این بهتر جواب میده. معمولا مولتی لنگویج ها بهتر جواب میدن. همون کار این کد رو انجام دادیم برای 2 تا کلمه کت و داگ و زمان اجرای اونا هم محاسبه میکنیم و الان هم میذاریم اجرا میشه. مدلی رو انتخاب میکنیم که کمترین زمان نیاز داشته باشه برای پاسخگویی. دومین چیز اینه که دقت بهتری داشته باشه و سومین نکته هم که ما رعایت کردیم، یعنی من مدل‌هایی انتخاب کردم که برای سیستم‌های ضعیف‌تر و ضعیف کار کنه و سرعت مناسبی داشته باشه. خب همه مدل‌ها اجرا شدن. وکتورها اعداد متفاوتی میدن که خیلی منطقیه، چون کت و داگ معنای متفاوتی دارند، پس وکتورهای متفاوتی نسبت به هم دارن. هر این اعداد هم اگه توجه کنید هر کدوم از مدل‌های اعداد متفاوتی نشون میدن. منطقی هم هست که به دلیل الگوریتم‌های متفاوتی توی مرحله لرنینگ استفاده شده و الان زمانی که استفاده کرده آلمینیه 13، پارافریز برابر با 10 حدوداً، مولتی کیو ای 9 که نمیشه بگیریم 10، 11 بی جی ای، جی تی ای اسمال 11 و پارافریز مولتی لینگوال هم 13 میشه 14 هم گرفت. پس زمان الان بهترین مدلی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، الان دقت رو اصلا محاسبه نمی کنیم، در کمترین زمان ممکن جواب داده، پارافریز هست، پارافریز مینی LM. تابع دیگه استفاده میکنه، همینو کپی میکنم و میام پایین و اسم اینو مینویسم سیمیلاریتی. خب الان ما 2 تا وکتور میگیریم. این وکتور برای کته، این وکتور برای داگه، این وکتور برای کته و این وکتور برای داگه و اینجا میخوام سیمیلاریتی انجام بدم. یه سیم مینویسم کاز سیم استفاده میکنم که باید از سنتنس، بله درست شد، از سنتنس ترانسفورمرز یوتیل ایمپورت میشه و 2 تا چیز میگیره، یه امبدینگ صفرومی رو میگیره و امبدینگ دومی رو میگیره. به جای این 2 تا هم من فقط سیمیلاریتی میگیرم، پرینت میکنم اف سیمیلاریتی و سیمیلاریتی کی سنتنس اولی و سنتنس دومی. اینو و اینجا هم سیمیلاریتی انجام میشه. اینو کپی میکنم و ران میکنم. اینجا امبدینگ مدل نیست و سیمیلاریتی که مدل نیمه. خب الان اینو اجرا میکنم، اینو هم فاصله بهش میدم و اجرا میکنم. الان دقت برامون مهمه که ببینیم چقدر میگه تفاوت داره این 2 تا و همین. خب میریم بالا، اینو یک کد که میدونید یه بار دیگه مرور کنیم. اونا که تکراریه، ما 2 تا وکتور داریم. این 2 تا وکتور رو با متد کازین سیمیلاریتی با هم مقایسه میکنیم. خب میرم و 2 تا کلمه فارسی بهش میدم،
آسمان میدم، آسمان، و اینجا رو میدم زمین و اجراش میکنم. الان که دارم میبینم حدود اینها آسمان زمین که اصلا معنای مشترکی ندارن، دو چیز خیلی متفاوتی هستن. اینکه سنتنس ترانسفورمرز و مولتیلینگوال مینی الم هست گفته 66%، جی تی ای گفته 86%، 73%، بی جی ای گفته. و این منطقی تره، یعنی مینی الم که زمان کمتری هم داره استفاده میکنه، پس انگار توی زبان فارسی الان مولتی کیو ایه بهتر داره جواب میده. بعدش این، چون آسمان زمان قرابت معنایی ندارن. الان میخوام پس زمان و سرعت بهتری هم داره این، نه این که نه این مولتیه. مثلا today a cat sleep on wall. The dog, my PC is weak. یه همچین چیزی رو می‌نویسم. این آخرین تسته. برای اینکه تست رو دیگه از مدل رو ببریم و بگیم آقا کی این میکنه، من این بار اینجا مقایسه میکنم، یعنی مدل لود بشه و بعد ببینیم چقدر طول میکشه که جواب بده. خب زمان خیلی الان کمتر شد، ولی همچنان دو مدل آخری زمان بیشتری میخوان برای جواب دهی، ولی بقیه مناسبه، یعنی خیلی در کسری از ثانیه واقعا جواب رو میدن. این از این. پس تایم ما خیلی اونقدر گرفته نمیشه اگه یه بار مدل لود بشه. خب این از این. یه جایی داریم برای جوابا چی هن؟ جوابا 8% و 6% و 7% و این کدوم بیجیه خیلی عجیبه، بعضی وقت خیلی خوبه، خیلی که خوبه، ولی این بار واقعا اصلا دوتا چیز پرت رو گفته اینه. پس این رو من اونقدرها نمیتونم روش حساب کنم. 75% سیمیلاریتی داره که اینم پرت، این پرتن، ولی بقیه جواب خوبی بهت میدن. و اینجایی که مقایسه میشه ثانیه ها، این دوتا سریع ترینن، ولی در بیشتر موارد این هم جوابهای درستی میده. خیلی مقایسه سخت شد دیگه. اینجا جمله دادیم، این امپدینگ رو ببندم راحت، کد اونجا ننویسم، مقایسه اینجوریه. بعد این دوتا جمله‌ای که دادیم میریم سراغ رگ. جواب درستی بود، یعنی انتظاری که داشتیم انتظار غلطی نبود، چون فارسی هست و این مدل مولتیلینگوال مینی الم ورژن دوش واقعا جواب بهتری داره. اصلا منفی داره چون اصلا ربطی هم به هم ندارن، ولی بقیه این واقعا افتضاحه. این دوتا که روی انگلیسی هم اونقدر جواب نبود. 71% داده، 93% که دیگه این که برای فارسی انتخاب نخواهد شد، این هم نیست. و این واقعا جواب خوبی میده برای مقایسه دوتا جمله فارسی با هم که در پروژه متفاوت میتونه استفاده کنید. خب بریم سراغ رگ. رگ چیه؟ رگ Retrieval Augmented Generation. یعنی چی؟ یعنی پاسخ
دهی با بازیابی اطلاعات که توی هوش مصنوعی استفاده میشه. برای مثال ما یه مقاله‌ای داریم که کاربر مثلا میاد میگه آقا پایتون چیه؟ این امبیدینگ میشه و میره سراغ اون مقاله و اونها رو با هم مقایسه میکنه. اون مقاله‌ای که شباهت بیشتری داره متنش با سوال ما رو میاره به هوش مصنوعی، اون رو در اختیار هوش مصنوعی میده و هوش مصنوعی جواب رو براتون میسازه و ارسال میکنه. این رو میگن رگ. ولی یه کد ساده رگ رو میخوایم اینجا ایجاد کنیم. فقط با یه جمله، با 2 تا جمله مثلا میخوام بنویسم دیگه، فارسی نمی نویسم. همین what is پایتون می نویسم. what is what is Python. این و اینجا میگم Python is a high level. خب اینجا بذارید اینجا رو بنویسم question، اینجا رو بنویسم document تا docs بنویسم و یک لیستی ایجاد میکنم که سوال هم اینجا باشه. پس من سنتنس 2 رو پاک میکنم و موارد رو مینویسم. یکیش Python is high level language، ننوشتم اینا language. دومیش یه جاوا بنویسم همینجوری. یه چیز هم بنویسم ویدیو گیمز بنویسم. خب این رو انتظار دارم وقتی که میدم رگ، وقتی این سوال کوئسشن رو میدم که پایتون چیه، رگ انتظار دارم که رگ بیاد این رو به من نشون بده. خب سیمیلاریتی رو میبندم و یک تابع دیگه مینویسم. تابع مثلا چی بود؟ مینویسم رگ. خب رگ هم یه مدل نیم میدم، مدل نیم اینه و میام پایین، یه دوبار میارم پایین تا فاصله رو برقرار کنم. خب مدل برابر با سنتنس این بود و مدل نیم رو بهش میدم مدل نیم. خب الان داکیومنت ها رو من دارم، این داکه و اینم کوئسشن. 2 تا رو چی کار میکنم؟ این کد میکنم، همون کاری که اینجا میکنم، این کد کردم. خب اینجا میزنم EMBS 1 که برابر با مدل داد این کد کی کوئسشن این بار میدم. پس اینجا می‌نویسم امبدینگ کوئسشن امبدینگ داکس که اینجا داکس رو بهش میدم. خب اینجا فقط الان من 2 تا چی دارم؟ 2 تا امبدینگ و 2 تا وکتور دارم. یه وکتور برای کوئسشن و اینجا 3 تا وکتور جداگونه بهم میده. 3 تا وکتور درون همین لیستی که ما داریم. خب الان فقط 2 تا وکتور دارم. من میخوام اینها رو مقایسه کنم تا ببینم کدومشون با هم یکیه. همون کاری که قبلا انجام دادیم. چیکار میکنیم؟ از همون کاز سیم استفاده میکنیم و امبدینگ کوئسشن رو بهش میدم و در نهایت هم امبدینگ داکس رو میدم و ریزالت من این میشه. خب من اینا رو کپی کنم از اینجا، خیلی بهتره که اینا رو داشته باشیم. ببندم اینجا می نویسم پرینتش پیش نیومد، مدل نیم اند استارت. اینجا هم که اند و استارت هم نمیذارم. الان یه سنتنس دارم که اینجا میشه کوئسشن. خب دیگه این اولیه رو که نمیخوام، اینجاست یک سیمیلاریتی میخوام و سیمیلاریتی هم که شما دیدید. خب سیمیلاریتی اینجا هم ریزالت میرسم.
به جای سیمیلاریتی اینجا رگ رو صدا میزنم. رگی که صدا میزنم الان من انتظار دارم درصد بیشتری برای اولین جمله داکیومنت من داشته باشه. خب اینجا ما 3% میگیریم به ازای این 3 تا به اصطلاح مثلا مقاله‌ای که توی داکیومنتمون داریم. اولین باید درصد بیشتری داشته باشه که همشون درصد بیشتری دارن. اما این مهمه که این 79 داده و اینها رو گفته درصد کمتری، که درست. این درصد کمی داده که شباهت داره سوال من با Python is high level language که این رو نمیتونم روش حساب کنم. دومین چیز اینه چیه؟ تنسور گفته آقا این 0.7141 و در نهایت این 12%، 71% و 11%. اینو میتونم روش حساب کنم چون شباهت کمی داره به این و این دوتا شباهت کم و این دوتا شباهت بیشتری نسبت به هم داره. این درصد زیادی داده، خوبه، ولی اینها رو هم گفته شباهت دارم. آخه جاوا با این سوالی که من پرسیدم اونقدر اصلا شباهتی ندارن. پس اعداد زیادی رو درست کرد، یعنی منظورم درصد زیادی داده به این، به پایتون و دوتا پایتون ها، ولی برای اینا که واقعا شباهت ندارم درصد بالاست. این هم همینطور GT اسمال و آخری هم که بد نیست، خوبه. در نتیجه من باز این رو مدل خوبی میدونم. پس زبان انگلیسی این رو مدل خوبی میدونم، اینو نه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت که اصلا یادتون نره. کانال رو هم سابسکرایب کنید. بعدا میبینمتون.